السلام علیکم دوستا، میخوام که امروز یک کلچه بسیار مزه‌دار از گندم جور کنم. انشالله که شما هم خوشتان بیایه. چینل ما رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین، بیننده باشین که چه قسم جوش میکنم. داخلش یک کمی شیر میندازم. خب دیگه بادام و چهارمغز ایره خوب میکسش میکنیم. خب دیگه هم دوستا داخلش خرما را اضافه میکنیم. کلش خوب میکس میکنیم و یک چند دقیقه تو میمانیم تا که خوب گندم یک کمی نرم شوه. بعد از او باز دیگه میکس میکنیم، دیگه چیزا رو هم دیگه داخلش اضافه میکنیم. خب دوستا به جای بوره میخوایم که عسل اضافه کنم. دلتان که هر قدر دلتان است، من 2 قاشق میندازم، دو نیم، یعنی همه قدر بس است. به خاطر که داخلش خرمام است و هم شیرین است، دیگه همون کفایت میکنه به نظر من. یک دانه تخم مرغ، دیگه کلش باز میکس میکنم. یا دوستا یک کمی وانیلا میخوام که پرتم، بخاطر که بوی بسیار خوبش داره. از او خاطر میرم خوب میکسش میکنم. این البته کسی که رژیم داره برای ما بسیار فایده داره این کلچه، بخاطر که کل چیزایش به خاطر رژیمی است. این دوستا داخل قالب میندازمش، به کلش یک قاشق بس میکنم. خب دیگه دوستا یک کمی از دانه کنجد به خاطر تزیینش سرش میندازم. بعد دقیقه داخل داش میمانم، پخته میشه، میایم دیگه بازی که میخوریمش. اینا دوستا کلچه ما آماده شد، بسیار مقبول آمده، پخته شده. ایران میمانم در اینجا. بسیار مزه‌دار آمده. دیگه چینل ما رو لایک و سابسکرایب کنید. خدا حافظ.